خوش اومدید به چالش 24 ساعت توی پابجی موبایل. این من مادر تو اول منو که نزن، 3 نفر آدمی. سلام بهونه قشنگ من. آره بازم منم. کارگر افغانی مظلوم گرفته. گوه خوردم بابای لال شدی کنی مادر لام از سب بخور بیناموس. بابا من یه معذرت خواهی که بهتون بده کارم و چون اینه که من این کلیپ رو نزدیک به 7 ساعت فقط داشتم بازی میکردم و مغزم واقعا پوکیده بود و حافظه گوشیم هم اینجوری بود که هی پر میشده. من مجبور میشدم اینو بدم و اینجوری بود که گفتم بدم دست یکی از این بچه‌ها که ادیت کنه و جوری حاجی این ادیت کرد که نصف کلیپ پاک کرد. از امروز به بعد دیگه این داستان پیش نمیاد که من بگم آقا این ایراد ادیتی داره، این ایراد فلان داره، این ایراد فلان داره. اگه ببینم دیگه از این مشکلات پیش میاد دیگه نمیذارم. ولی خب این کلیپو فقط چون بهتون قول داده بودم گذاشتم. واه پشمو یا اول فصل دیگه هستی بیشتر از این چرا نمیمیره؟ نه یا امام این کیه؟ حاجی دیدین؟ عشق عشق. خب تو بگو از کجا داری میزنی؟ جام نخور بیشرف. خور بمیر بیناموس. ادیتور یا آهنگ خفن بزن ببین اینو چجوری میزن له میکنه. خب سربر چشم طبل شادانه بکن دیروز و مردانه بکن برخیز و پرچم را ببر. دیوانت نیستم من خودت با کدوم مغزی با کدوم منطقی حاجی این ببر الان شده خر. گو خوردم حاجی آقا. آقا تنهایی هم خب بی شرف. همونجا وایسا تمام دیگه قدقاد نکن بابا بمیر. وای هاشی خب الان که خورد به دیگه داشت حاجی فقط 7 نفره تو مخت زدم. خب 6 نفر. این بازی حاجی فین من نباشه من این بازی کلا پاک میکنم. 14 نفر زدم فقط 6 نفر مونده. فرار نکرد کت مادر فرار نکرد که اگه کت مادر فرار نکرد که
این من ماد واه لاشیا مثل سگ بمیر اینا تو یک کونی هستی بیشتر از این نیستی کونی خفه شو بابا تو یک کونی هستی بیشتر از این نیستی کونی خفه شو بابا خب این از تو اینم از تو یا قرآن چند نفرن یکی فقط لاشی در ثانیه که میزنم وای میسته تو خواهی مرد گم کارگر افغانی مظلوم گرفته. خفه شو بابا میگه 100 تا میزنم تا میمیره وای ماجی دستم داره میلرزه خدایی نخندین بهم افتاد اینم نگاه نمیمیره لاشی بمیر اوکی. 2 تا میخواد بیفته 2 تایی دیگه میخواد که بمیره عجیبه از کجا داره این میزنه سلام بهونه قشنگ من یک خنده کنه گل خفه شو یا اول ای مادر تو من گو یارم از خودم نوبتر خدایا بابا خب مادر من ریدم تو این شانس حاجی دوباره دارم همونجا میرم فکر کنم نه این نه اونور نه اینور حرام زاده رو هوایی چت رو داشت اوکی شرف بمیر از کجا داری میزنی مادرت از سلام مادرت ناموست حروم زاده کمبر از ننت داری دفاع میکنی اونجا بی ناموس کارگر افغانی مظلوم گرفته. من ریدم تو این شانس بهم دارن تجاوز میکنن از کجا داری میزنی خب وایسا نروش با یه تیر زد Got it. I'm recalling a teammate. Thanks. اگه شانس گوه منه که همینجا یکی کم کرده سلام.
از کجا داری میزنی خب؟ پوش. Help! وای 2 ساعت من اینجا بی ناموس رفتی روی سقف قایم شدی. 2 ساعت فیکس من اینجا دارم ناجی با این ماشین دور میزنم. این لاشه از همون اول روی سقف بود. خوب. سلام 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 سلام. I need a scope. یه اسلحه پیدا کنم. هی مادرتو. بی شرف بمیر دیگه، جنازهش هم نمیمیره. ای بابا تو مخش زدم، به قرآن تو مخش بود. تو رو قرآن حاجی فقط 5 نفر بود. آهای هرون زاده ها، من هنوز دیگه کم نکنی بی شرفا. یه جوری کم میکنه به ابوالفضل اصلا پیداش نمیشه. خب بیا دیگه میبازی 3-1 دیگه. خب بی شرف همون اول منو که نزن 3 نفر آدمی. آخ Victory belongs to us. بریم حاجی. یه کلا مپ دیگه پیدا کردم این خفن‌تره. همینجور توی اوج با اون مپ خدافظی کنیم. این بالتره حاجی، فضاش احساس میکنم. حاجی 300 تا صدا پاه. سلام بهونه قشنگ من. آره بازم منم. وای کارگر افغانی مظلوم گرفته. گو خوردم حاجی. چه خرکی زدم مرد. آبای مادر حاجی کجا وایساده بود من ندیدمش. بابا مادر تو. یار تو رو ناموسه. آقا هلپ می. بی ناموس الان میمیرم. بیا گلوم حاجی گرفت انقدر داد زدم. از کجا داری میزنی؟ من ریدم تو این چرا روی مپ یویی چی میاد؟ بابا این چه روی مپ داره میاد نمیبینم از کجا میزنه. تو رو قرآن حاجی روی مپ اون یه چیز اومد دیده نمیشد داره از کجا میزنه. از کجا؟ خب من الان که مردم داری از کجا میزنی؟ آقا سلام سلام. بابا ای آرو یک خنده کنه گل. آجی الانم نمیبینم داره از کجا میزنه.